80% ذهنیت، 20% مهارت. توی نتورک مارکتینگ تو اگه تمام مهارت‌های مربوط به ارتباط سازی، پرزنت، فالو آپ، حمایت سازمانت، همه اینا رو بلد باشی اما ذهن ضعیفی داشته باشی، نمیتونی ازشون استفاده بکنی. میخوام 5 تا کتاب بهت معرفی کنم که با خوندنشون ذهنت رو قدرتمند بکنی که آخریش از همه مهمتره. کتاب حکایت دولت و فرزانگی. برای کسایی که تا حالا خیلی روی ذهنشون کار نکردن، این کتاب یه شروع فوق‌العاده است. ذهن شما رو باز میکنه برای پذیرش ثروت و موفقیت. این کتاب هنر بینش و انگیزش فردی به تو کمک میکنه با مقوله‌ای به نام هدف، رؤیا پردازی و تصویرسازی آشنا بشی و کم کم وارد زندگیت بکنیشون. کتاب بعدی کتاب سامورایی مهربانی. حالا که تصمیم گرفتی زندگیتو تغییر بدی، باید یک سری نگرش‌های درست برای خودت ایجاد بکنی. تو این کتاب اون نگرش‌ها رو بهت یاد میده. بیندیشید و ثروتمند شوید. یکی از معروف‌ترین